Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. پیش از برنامه را سر کردن میخوام یک خبر خوش برای شما رسانم بچه‌ها. کمپانی ساتورن آنلاین اکسیای ناو 1 دکبر تا 31 دکبر подключение کردن اینترنت برای شما به پول میشود و اگر شما یگان براتانتون در این اکسیا برین شما را 20% скидка میکنند و نرخ‌های اینترنت از 60 سوم سر میشوند. سلام دوستانی عزیز، امروز برایتان برنامه را پیشکش می‌نمایم که تنها برای یک نفر است. نفری است که پرچمبردار تاجیکستانی ما است، نفری است که فخر ملت ما است، نفری است که تمام تاجیک و تاجیک زبانان او را دوست می‌دارند. این کس لایق رجبوف میباشد و امروز عید همان پهلوان معلومات می‌دهیم. لایق رجبوف 17 سپتامبر سال 1990 به دنیا آمده است. عین حال 29 ساله می باشد و در دوشنبه زندگی می کند. قدش 1 متر و 75 سانتی متر بوده 68 کیلوگرم وزن دارد. او تا امروز در 13 محاربه اشتراک نموده است. در 11 تاش غالب شده است، در 1 تاش مغلوب و در 1 تای دیگرش مساوی. لایق رجبوف یکی از فعالترین ورزشگری تاجیک می باشد که نام تاجیکستان را، پرچم تاجیکستان را بالا برداشته است. ورزشگری تاجیک لایق رجبوف برای به پلفینال گذشتن با ورزشگری روس اسلام مامدوف قواوزمایی نمود. محاربه از 2 راوند عبارت بود و این محاربه را آنها مساوی انجام دادند. بعداً داوران با تأثیرات عمومی به لایق رجبوف آوازشان را دادند. و همان روز پس از 1 ساعت لایق رجبوف باز به صحنه مشت‌زنی برآمد که حریف نوبتی او کریس وایت بود. خرسندانه همه داوران آوازشان را به لایق رجبوف دادند و لایق رجبوف باشد به فینال گرند پری پفل راه خط یافت. و روز 31 دکبر لایق رجبوف در فینال با ورزشگری برزیلی ناتان شولته وا می‌خورد. خاطر رسان میکنیم که غالب این فینال صاحب کمربند پفل میشود و با صاحب 1 میلیون دلار. که نفری که غالب این فینال میشود میتواند با UFC شرطنامه بسته برآمد کند. دوستان عزیز، بیایید همان دعاگوی لایق رجبوف میشویم که این پهلوان تاجیک در تمام مملکت نام تاجیک و تاجیکستان را بالا بردارد. لایق رجبوف از درگاه خداوند به تو کامیابی، پیروزی و سربلندی را آرزومندیم. دوستان عزیز، در آن جایی که در کامنتاری سخنهای بد می نویسیم بیایید همان دعاگوی لایق رجبوف باشیم تا اینکه پرچم برداری تاجیکستانی ما باشد. زنده و سلامت باشید. تاجیکستان به پیش. Audio Jungle.